ولله العزة ولرسوله وللمؤمنین. الله عزت داره، رسولش عزت داره، مؤمن عزت داره. علمای اسلام با عزت ترین انسان ها. چطور ما گرفته 52% ای کمیته دین تا وزارت حکومت همین به مذهبا گرفتگی هست. این همین سویگه ها و پیشامی و چیل ما انکار حکومت تنظیم نموش کرد. این همین عقیده همین سلفی و وهابی هست. حالا این 50 و 60 باید حکومت وهابی شید در اونش جوب کرد. یک آدم چش ها باشه قانون کنه و نصره در 70 و 80 ببره و یک بزی سویگه را حق نکنه. این چی مذهب دینه؟ تو باز در روز قیامت، من خب والا برشان میگم و صدای من خود مشنوه، تو باز در روز قیامت در مقابل رسول الله صلی الله علیه و سلم داد میشی و میگی که یا رسول الله من در مسند تو 6 تا بودم. رسول الله میگه تو در مسند گدایگرا 6 تا بودی، نام مرا بد. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنین. الله عزت داره، رسولش عزت داره، مؤمن عزت داره. علمای اسلام با عزت ترین انسان ها. اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. مفسرین میگن که اولی الامر علما هستند. در پولین نام الله و نام رسولش نام تو عالم است. در مسند رسول الله ششتی رسول الله صدقه را نمیخورد. در دار نوازش یک خرما را حضرت حسن گرفت در دان خود انداخت. رسول الله کلک خود در دندش داخل کرد و گفت که کخن یا صدقه نمیشه. در نوازی خود اجازه تو چطور کنی؟ غیر سال بخور، حالا شکم تصویر کن، حالا اسلام منبت بساز، حالا پیسه یتیم، پیسه فقیر، پیسه که باید دار ایتام جو شد ایره در شوجمگی و چلو اسقاط و خیرات مشروعیت بده و یتیم در روی سرک افتاده و اون انگلیس میآید نصرانی میزید. والله در روز قیامت